اهل توحید، این مسلمان ها، مقصد از آفریده شدن شما اطاعت و عبادت است. برای همین در زندگی همیشه کمبودی است، مریضی است، کمبودی، بعضی کاربار و این و آن، مشکلی، بلاها، مصیبت ها. به این صبر بکنید اما دین خود کامل کنید، زیرا که این دنیا پایان یابنده است، این دنیا باقی نیست، تمام می شود. اما در روز قیامت الله سبحانه و تعالی شما را در اساس توحید، در اساس ایمان، یعنی اطاعت شما به دین، به قرآن و سنت و عبادت شما به الله، شما را روز قیامت حساب کتاب میکنه. اگر الله را اطاعت کرده باشد، عبادت کرده باشد، پیامبران فرستاده الله را گوش کرده، آموخته، اطاعت کرده، عبادت کرده باشد، بسم الله جنت. بی پروایی کرده، روی گردانیده، مشغول شده به دنیا و مقصد اساسی را ترک کرده، الله را اطاعت و عبادت نکردید، عاقبت جهنم است. و اینو باید شما قبول کنید که عاقبت این چنین انسان ها جهنم است و ابدی است. جهنم آتش سوزان ابدی که دیگر خلاص روزی از این نیست. پس برای همین است که در اینجا شیخ الاسلام گفتن که هر کسی که اطاعت کرد، عبادت کرد، موحد شد، یکتاپرست شد، داخل جنت میشه. پیامبرای فرستاده اطاعت کرد، دین الله به اطاعت و عبادت کرد، داخل جنت میشه. پس علی بن خدیر میگن ورتب الجزاء على هذه الطاعه وهي الجنه والنار فمن اطاعه دخل الجنه. برای همین الله سبحانه و تعالی ترتیب داد، مرتب کرد جزا را به همین طاعت و عبادت. یعنی جزا از جنس عمل است. میگویم که جزا از جنس عمل، یعنی اگر تو الله را عبادت کردی، اطاعت کردی، یکتاپرست شدی در این دنیا، جزای تو هم خوب است، تو جنت است. اگر تو الله را و رسولان فرستاده او را اطاعت نکردی، عبادت الله را نکردی، یکتاپرست و موحد نشدی، بے پروا از دین جاهل مردی و رفتی، عاقبت تو، جزای تو جهنم است. جزا از جنس عملی تو است. چگونه عمل کردی جزا نیست. عملی خوب جنت، عملی بد که این ترک عمل است و شرک است، کفر است، جهنم. کسی که توحید به عمل نمیکند این عملش هرگز خوب نیست. انسان خوب باشد هم توحید نکرد، این خوب نیست، این نجس است. با آدابترین انسانی که توحید ندارد نجس است، گمراهتر از حیوان است. این حکم الله است.